در جنوب لبنان امروز جنگ ادامه داشت با بمباران‌های این منطقه از سوی اسرائیل. علیرغم قول و قرارهای حزب الله و اسرائیل در تماسشان با رئیس جمهوری آمریکا، جنگ در اینجا حالا آتش بس بین ایران و آمریکا را هم تهدید می‌کند. دیروز دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعیش نوشت که با نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده و غیر مستقیم با رهبران حزب الله، بعد از آنکه ایران تهدید کرد که در صورت ادامه جنگ در لبنان مذاکرات را متوقف خواهد کرد. من امروز با بیبی نتانیاهو گفتگو کردم و از او خواستم وارد یک حمله بزرگ به بیروت نشود. او نیروهایش را برگرداند. ممنونم بیبی. همچنین با نمایندگان رهبران حزب الله گفتگو کردم و آنها پذیرفتند که به سمت اسرائیل و سربازانش شلیک نکنند. به همین شکل اسرائیل هم پذیرفت که به آنها شلیک نکند. ببینیم این وضعیت چقدر دوام می‌آورد. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل که گزارش شده رئیس جمهوری آمریکا در آن از الفاظ تند و زننده استفاده کرده، ظاهراً توانست از بمباران محلات شیعه نشین جنوب بیروت جلوگیری کند. این پیام نخست وزیر اسرائیل در توییتر کمی بعد از مکالمه تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا. امشب با رئیس جمهور ترامپ صحبت کردم و به او گفتم که اگر حزب الله حمله به شهرها و شهروندان ما را متوقف نکند، اسرائیل اهداف تروریستی در بیروت را مورد حمله قرار خواهد داد. این موضع ما تغییری نکرده است. همزمان ارتش اسرائیل طبق برنامه در جنوب لبنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. روشن است که هر دو طرف معتقدند که توافقشان جنگ در جنوب لبنان را شامل نمی شود. چیزی که حزب الله درباره آن هنوز اظهار نظری نکرده و نخست وزیر اسرائیل امروز هم بر آن تاکید کرد. بگذارید هر کسی که می‌خواهد علیه اسرائیل توطئه کند بفهمد که شکست خواهد خورد. هزینه‌ای که خواهند پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. زیربنای رژیم تروریستی ایران در حال فروپاشی است. هیچ وقت به حالت اول دیگر بر نخواهد گشت و بالاخره سقوط خواهد کرد. اما فعلا بسته ماندن تنگه هرمز است که فوریت آمریکا در مذاکراتش با ایران است. وزیر خارجه آمریکا امروز در مقابل کمیته سنای آمریکا گفت اگر ایران تنگه را باز نکند نخواهد توانست نفتش را صادر کند. اول از همه کار ایران در بستن تنگه هرمز غیرقانونیه. هیچ کشوری در دنیا از این کار ایران حمایت نمیکنه مگر عمان که برای مدت کوتاهی با اون همراهی داشت. چین مخالف این کار ایران، روسیه مخالف، همه مخالف اون هستند. دنیا مخالف اونه. بنابراین شرط اول اینه که باید تنگه رو باز بکنن. در همین حال نشانه دیگری از شکنندگی روزافزون آتش بس ایران و آمریکا، حمله موشکی سپاه به یک کشتی در شمال خلیج فارس به تلافی حمله آمریکا به یک کشتی ایرانی در دریای عمان.